کانگورت موضعی است در ناحیه تیمورملیک. در طول تاریخ بهترین چهره‌های ادبیات و فرهنگ در این دیار تبرک به عالم چشم گشاده و در رشد ساحه‌های گوناگون کشور سهم گذاشتند. کفایت است که ما نام یکی از ستاره‌های تابان آسمان ادب حاجی حسین کانگورتی را ذکر نماییم. هنرپیشه شایسته تاجیکستان حبیب الله بیکوف در همین مکان بهشت آسا تولد شده و به پایه رسیده است. در ابتدا او از نام و شهرت در این دیار استقبال نمود. کبوتری استعدادش از همین مکان پر و بال برآورده به سمت عالم هنر پرواز نمود. اینک کتاب عمری این نغمه سرای دلها را ورق میزنیم. حبیب الله بیک محمد 25 می سال 1948 در ناحیه تیمورملیک به دنیا آمده است. تا سال 1991 در مؤسسه های صناعتی و تعلیمی فعالیت می کند. سال 1991 با دعوت راهبریت تلویزیون ولایت ختلان به صفت سراینده به کار می آید. سال 2001 عضو دسته دریایی کمیته تلویزیون و رادیویی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان می گردد و از سال 2004 در انسمبل دولتی فلک فعالیت سرایندگی خود را ادامه می دهد. اینچنین به حیث دیرکتور بایگانی کمیته تلویزیون و رادیویی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار کرده است. در اجرای سرودهای خلقی مهارت والا داشت. در ایجاد آهنگ نیز موفق بود. ای سنگ دیل، عمری آدم، دیده منور، آواز عاشقانه ما، تلخ کنی دهان من، خرسند کن جانی مرا، شکرانه می کنم من، وادی عشق، زیارتنامه، عالمی پوشیده، ابر رحمت، ای پرستو، شهد شیر، عیار، شمشیر زبان، بزم جمشیدی، به رقص آیی، حسنی بهشت، در غم دنیا، گل بزم، دوش دیدم، در راه عشق، چرخی فلک، قدت گل، خمی زوف، تاجیکم، تاجیکستان، چیست استقلالیت و غیره نمونه از سرودهایش هستند که تعدادشان از 100 می‌گذرد. مطربیم شب ساز کن با ناله من چنگ را، آتشی دیگر فروز این سوزناک آهنگ را، بس که نالیدم ز دردی دوری آن سنگ دل به درد آمد ز آه و ناله من سنگ را، دل به درد آمد ز آه و ناله من سنگ را. دورم از یارو نیارم، سوی او رفتم که عشق ساخت دریا گیردی من، پرسنگ در پرسنگ را، رازم آخر پاش خواهد شد چه سام پوشم زیر چهره زرد و سریشکی ارغوانی رنگ را، چهره زرد و سریشکی ارغوانی رنگ را.
هوایی تنگ رو جامعه تو رای دولت خواهی از سلطانیش خطی رسوایی بیکش من شوری ناموننگ رو خطی رسوایی بیکش من شوری ناموننگ رو من شوری ناموننگ رو چه اسراری را در هوای خود جا نموده است این سازی قدیمی ملت تاجیک. در نوای دمره ما صدای تمدن ملت کهن بنیاد خود را میشنویم. گویا صدای این ساز ملکوتی رشته مهر است که اصل را با نسل میپیوندد. حبیب الله بیکوف از زمره آن سرایندگانی بود که بیشتر در هوای ساز دمبره ترانه ترنم می نمود، ولی از عهده نواختن دیگر سازهای موسیقی هم به خوبی می برآمد. صدایش مانند نوای آبشاران به هستی و روان شنونده احساسی مهر و صمیمیت را ارزانی می داشت. او در عالم موسیقی سبک خاصی آوازخوانی خود را داشت و بنا به گفته اهل صنعت این سبک از اسلوب سراینده نامدار همدیارش کریمی شیش منشأ می‌گیرد. دخترک ای قد و بستد مرا کشت هرزی نگه و غمزه‌ای مستد مرا کشت هر بار تو خنده میکنی جانی بی من لبهای اصل ایمایی دستد مرا کشت هر بار تو خنده میکنی جانی بی من لبهای اصل ایمایی دستد مرا کشت قدت گل دهنت گل لبت گل سخنت گل قدت گل دهنت گل لبت گل سخنت گل لبت گل سخن و پیرهنت گل لبت گل سخن و پیرهنت گل به هزمای تمام است ترا نه هوری و نه ملک نه آدم نه پری خود گو که چی جنسی و چی نام است ترا نه هوری و نه ملک نه آدم نه پری خود گو که چی جنسی و چی نام است ترا قدت گل دهنت گل لبت گل سخنت گل قدت گل دهنت گل لبت گل سخنت گل لبت گل سخن و پیرهنت گل لبت گل سخن و پیرهنت گل در تمنای تو نیست خون گرید و قطره قطره در خاک چکد چشمی که در او ذوق تماشای تو نیست
تماشای تنه قدر گل دهنه گل لبت گل سخنه گل قدر گل دهنه گل لبت گل سخنه لبت گل سخن و پیرهنه گل لبت گل سخن و پیرهنه مکتب حافظی کریم شش بواسطه به همون آوازخانه اکای حبیب الله تاثیر بزرگ رسانده است و در همین حاشیه همون سرودهای او آهنگ‌های ایجاد کرد سرایید با اوجای بلند. در یک دوتار تاجیکی این اوجای گرفتن بسیار مشکل است، نه که با همون دوتار میتواند نیست که ساعتها حافظی کند. با دوتار حافظی کردن بسیار مشکل است. دوتار اساسی در فلک سرایان میخواهد دوسته پرده بالایی، نه که اون در پرده های پایان اینه یک استعداد خداداد در کار است. حافظ میگوید که خواجه حافظ که حسد چه میبری ای سوس نظم بر حافظ، قبول خاطر لطف سخن خداداد است. این در حقیقت یک استعداد خداداد بود، برای که در اون موضعی که او تولد شده است به وایه رسیده است، اونجا هم سرزمینی شاعرخیز، حافظخیز، هنرمند دو زیاد در همونجا در همون کنگورد به وایه رسیدند و مکتبی که او دوام داد این مکتبی حافظی کریم شش بود. بسیار که منطقه همون ناحیه گویم کنگورد از دیگر منطقه های کلا بسیار فرق میکند، برای که سبک سروداشون دیگر است. از خردی یاد دارم که در همه توی خرسندی های مردم کنگورد اکای حبیب الله با یک دمره خود تمامی انمو توی معرکه رو در سطح بلند میگذرون. خرسال بودم در کدام معرکه که اگر اکای حبیب الله میشد من دویده به انمو توی میرفتم که اکای حبیب الله رو گوش کنم و یک توی مکمل رو با یک دمره توخه میگذرون. از دوره‌های جوانی مکتب خانی میشناسیم، میدونیم، همراه میگشتیم. ما از گذر تورو اون کس از قشلاق سفربویان بودن. قشلاق سفربویان از قشلاق گذر تور ما یک قشلاق دولتشون و بعد سفربویان. اون کس در همون قشلاق سفربویان تولد شده به وایه رسیده است و بعد در قشلاق دولتشون مکتبی اول 8 ساله بود، بعد میانه شد. در اونجا میخوندن. ما در مکتبی در مرکز کنگورد بسیار خصلت‌های خوبی آدمگری داشت. جوان‌ها هر خیلی خصلت‌ها دارن، آدم‌ها هر کس دارن. بعضی بچه‌هایی که بعضی خصلت‌های مناقشه‌گری با هر کس دارن یا که بعضن دیگر دارن، قریب که در اون همین خیلی خصلت‌ها نبود. ولی برای همه یک مهربان بود. بسیار مهربان بود. اینطوری کینه و عداوت در حبیب الله نبود. از دوره جوانی از سن 15-16 سالگیش همه محفل همو سوخوزی وقت سوخوز کنگرت هم میگذرون. در همه محفل گلی سایز سبد بود. در گجو که یگان وای میشید میگفتن گرفته که گرگلی را بیارین. پسون با انستیتوتی صنعت داخل شد. در وقت استودنتیاش هم وای بسیار با بهای 5 و 4 میخوند. انا بسیار دانشی مکمل هم داشت. سبک و اسلوب خاصی خودشان را داشتند و حتی بعضا من با جوانان مراجعت میکردم که از اکای حبیب الله بیاموزید، چون که دنیا در گذر است، وقت در گذر است، همگان در گذر هستیم. از اکای حبیب الله هر چی که میتونید طرز دتور نوازیش، طرز آوازخوانیش، سبک اسلوبی که او میخونه، ایرا حتما باید که یاد گرفت، چون که یک اسلوب خاصی خوانندگی داشت، اجرا کنندگی داشت. این اسلوب را من در هیچ کس تا زمانی که اکای حبیب الله آوازخوانی آمدیم یک جا کار کردیم از کسی دیگری من نشنیده بودم. صدای شیرین و گوارای متنتن می گردد. او حبیب الله بیگ محمد که
بیشتر با نام گرگی بیک در بین مردم معروف بود. با همان چهره پرتبسم به دنیای خیال می آید. سرود و ترانه هایش با مضرابی یاد تارهای مهر و اخلاص را به آوا می آرند. صدای دلانگیز و مرغوله‌دار حبیب الله بیک محمد که پیر و برنا شیفته آن بودند و هستند، احساسی انگیزه مهر و صمیمیت را، محبت و زیبایی را در دل ما افزون می کند. باغبانگر 5 روزه صحبتی گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دلم در بند زلفش از پریشانی منول، ای دلم در بند زلفش از پریشانی منول. مرغ زیرک چون بدان افت تحمل بایدش، مرغ زیرک چون بدان افت تحمل بایدش. بر مصلحت بینی چی کار ملک استان که تدبیر و تأمل بایدش. تکیه بر تقویب و دانش در طریقت توفیریست، تکیه بر تقویب و دانش در طریقت توفیریست. راه رو گر صد هنر دورت توکل بایدش، راه رو گر صد هنر دورت توکل بایدش. با چنین زلفی رو خش بادا نظر بازی حرام، هر کی روی یاسمینو جد سنبال بایدش. پیستو ننوشد بوده بی آواز رود، پیستو ننوشد بوده بی آواز رود. عاشقی مسکین چرا چندین تجمل بایدش، عاشقی مسکین چرا چندین تجمل بایدش. ای دوست فراموشم مکن یادم کن، خاکیستری کوچت شدم بادم کن. گر بد باشم لعنت دنیا بر سرم، گر نیک باشم یگان یادم کن. یگانه آوازی بود که آواز مرغوله‌دار، آواز جرنگاسی. انسان وقتی که در ساحه خود هم وقت کوشش غیرت میکند، کار کند، نمی‌کند که وقتی که در ساحه خودشون، در ساحه آوازخوانی، نوازشی که در پیراه راه این گس بود، هم وقت کوشش غیرت میکردن که از آن گس به جوانان ماند.
ما امروز شکر میکنیم که در بین ما بودن در انسامبل فلک با هم کار میکنیم. هم وقت به جوانان نصیحت میکنن که وقتی در درگاه قدم میمونید با دل و نیت نیک و هم وقت در ساحه خودتون باید که هم وقت زحمت کشید که امروز الکی کاری که شما میکنید فردا با آینده ها با جوانانی که قدم میگذارن در کدام سایه که نباشن از شما یک چیز باقی ماند. در باب هم صحنه‌سازی بودن هنرمند میگوییم، هم سبک سرایش میگوییم، هم آهنگ سرایش میگوییم، هم اوج میگوییم، هم گردش های آوازی میگوییم. همه اینها انسان مشهور میکنن. هم با هم البته اینو توأمن که انسان را مشهور میکنن. هستند هنرمندان که صدای زیبا دارند در رادیو شنیدن خوشتر است از آنی که در صحنه ببینی. هستند هنرمندانی که در صحنه زیبا دارند ولی صداشان موافقت نمیکنند. هستند هنرمندانی که با وارد شدن به صحنه پر میشود، گویا همون صحنه تنها او هست. چرا که یک صدا، موسیقی، چهره، خنده، میمیکه میکن، همه همین در یک جایگی صحنه را پر میکنند، یکدیگر را پوره میکنند. حبیب الله بیکوف از همین زمره هنرمندان بودند که این گونه چیزها را نه هر کس دارد. حبیب الله بیکوف مردی بودند بسیار نفری صمیمی و زمینی و بسیار قلبی پاک و بی‌آلایش داشتند. همسایه خوب بودن برای من و حبیب الله بیکوف را من از سال 2008 میشناختم و هرگاه که به کار می آمدن و بسیار زنها را دوست می داشتن و همیشگی بداهتاً شعر می گفتن، ترانه می خواندن و همیشه یک عادت داشتند که هر مثلا همکار از حساب بانوان اگر هر نفری رو می دیدن یک تخلص به آن کس به آن زن می گذاشتن و همیشه مرا مطلوبه خسرو می گفت و وقتی که مرا می دید فقط سرود می خوان مطلوبه که زردی نمی جد راست گاهی به کرشم میای و گاهی به ناز و همین گونه باز دوام می دادن و صاحبی مکتب خاصی خود بودن، یک رویه خاصی سرودخوانی داشتن و بردی حبیب الله بیکوف در چی بود که بسیار خاطره قوی داشتند، غزل‌های بسیار می‌دانستند و همیشه از شاعران کلاسیک می‌خواندند و با یک اسبابی با یک ساز موسیقی دمره می‌توانستند که زیاده از هزاران نفر رو که در همون زال کنسرتی نشستند به خودشون جلب کرده که این به هر سراینده مثلا دست نمی‌دهد. حبیب الله بیک محمد به هنری سرایندگی او، به مهارت نوازندگی او مفتون نشدن و ارج نگذاشتن ناممکن است. سحری صدای گوارایش وادار می نماید که شنونده صمیمانه از ایجادیاتش استقبال نماید. خورده باشی تو اگر در سر خسر شکر رو مزه و لذت و طعم و غزل شعر مرا تو فهمیده اگن خوب را بفهمون همری تو فهمیده اگن خوب را بفهمون همری. بسیار مهنت میکرد در این صدها سرود و ترانه و اون اشعاری که او آهنگ بسته است گواهی همین گفته ها هست. مثلا وقتی که حبیب الله بیکوف با یک غزل آهنگ میبرد همون آهنگ بسیار خاطر مردم رو شاد میکرد، یعنی باری به طور ذهنی شنونده نمیشید. در همون آهنگ این هنرمند غزل یا که همون متن
دیگر خیلی صدا میداد. مثلا میگه که چون نشان مرگ سهراب است شمشیر پدر، در نبرد زندگانی بر پدر باور نکن. دوست بر سر جهان خواند اگر، راضی بشو دشمنت گوید برو تا پشت در باور نکن. این هر یک بیت این غزل مثلا یک هشدار کننده که انسان باید رای خودش را جوید، با امید پدر و مادر نشد اونها را احترام کند، لیکن در زندگی پدر خود باشد. یا که با بسیار شعرهای حاجی حسین کنگردی بهترین آهنگ ها را بسته است. مثلا میگه که موسم نوبهاران با یاد یار خوب است، داغ دل نباشد کی لاله‌زار خوب است. در موسم جوانی یک بار لب گزیدن، از توبه های پیری چندین هزار خوب است. هیچ کس این بیت نیافته است، مانند اون نخونده است. بسیار شیرین میخونه. در موسم جوانی یک بار لب گزیدن، از توبه های پیری چندین هزار خوب است. این فقط معنیش همون حبیب الله حس کرده است. ممکن دیگران با دیگر معنی بفهمند، لیکن در اینجا حاجی چی گفته است، چی معنی را در نظر دارد، با کدام را انسان هدایت میکنه، حبیب الله همین را فهمیده و با مردم خوب رسانده توانده است. مکتب خاصه هنری داشتن. البته خودشون احساس میکردن که او از آثار از سبک شیوه آدینه هاشم بسیار برخوردار شدند و دیگر هنرمندانی که در کنگرت هستند از همه همونا. ولی این مکتب گمان میکنم که سبک شیوه خودش داشت. نه تنها انتخاب موسیقیش بلکه همون طرز خوانشش، اوج و افتیش، مثلا گردش های هنریش بسیار زیبا بودن که هم دلپسند بود برای شنونده. نه هر کس میتواند مثلا همون صوت‌هایی که با متن بلند است به شنونده برساند یا به تماشابین برساند. این هم با طرز اشاره و جوش میتوانست که برساند همه چیزی که از خود کرده است و آنچه که از خود کرده است میخواست که باز برگرداند به شنونده از طریق هم موسیقی و هم سبک اجرایش. در خواندن رباعیات و در خواندن فلک استاد به همتا بودند. بنا به گفته پیوندانش آوازخوان شب و روز زحمت میکشید، مشق میکرد، سرود ایجاد مینمود. شب در روز ایجاد میکرد، یگان وقتش بیهوده نمیزگراند. در بالای این با درمو دیار ما درمو کنگرد 14-15 گکتار زمین باغ کرده است، اونجا را آباد کرده و آدمی بود که یگان دقیقه وقتش بیهوده نمیزگرانده، همه وقت در خدمت بود. کیست از دیدن تو دیده منور نشود، وانگه از تا بیروخت سینه پروزر نشود. طاقتم طاق به غم شهره آفاق شدم، این همه در چرا پیش تو باور نشود. با تکلف نتوان مرتبه را کرد بلند، گلی زردی سحری غنچه اختر نشود. کارگاهی که در او قدری کسان میبافند، کارگاهی که در او قدری کسان میبافند، جامعه هیچ یکی بر خد دیگر نشود. حاجی ما خود نتوان کعبه مقصود رسیم تا که لطف ازلی قاید رهبر نشود. نکته مهم و روشن این است که حبیب الله بیک محمد در غزل سرایی استعداد فکری داشت. میکوشید که با کلید آهنگ و سحر استعداد قفل معنای غزل را گشاید. بی‌شبهه در این سمت موفق بود. دلیل این گفته ها سرود و ترانه های به یادگار گذاشته‌ای خونیاگر می باشند. روچو نهد به ملکی دیل، عشقی تو شاه و سازمش، بر سر عقل و صبر و دین میری سپاه و سازمش. دل کی بسینه گشت خون در غمی پای و بوسی تو، تا بیرسد به کامی دیل از میجراه و سازمش. تا بیرسد به کامی دیل از میجراه و سازمش.
تو به عشرت و طرف یادی تو بگذرد بدی مایه آه و سازمش چون به سفینه آلی تو از پای سجده سر نیهم کفشم اگر به سر زنی افسری چوه و سازمش کفشم اگر به سر زنی افسری چوه و سازمش از چهی سیم گردیهد رخصتی آب ما زکن من رگی جان زی تن کشم ریشتهی چوه سازمش بر سری جامی ارزدی تیغ شموردیش گناه تیغی دیگر بیزن کی عذری گناه سازمش تیغی دیگر بیزن کی توی عذری گناه سازمش تیغی دیگر بیزن کی توی عذری گناه سازمش هر یک ایجادکار کوشش میکند که همچون مسافر راه ایجاد راه خود را پیدا کند و از دیگران فرق داشته باشد. همین جهت در حبیب الله بیک مشاهده میشد. های طرز نوازش خود، خواندن خود و انتخاب متن خود را داشت. بسیار انسان صاحب فرهنگ، طبیعت شوخ داشت. همچنین یک متنوع بهترین انتخاب میکرد. یک صحبت شادروان آدینه آشنا گفتن که همون یک بچه است، همون طرف کنگور بسیار خوب میخوند. در ناحیه تیمورملک همین گپا گفتن، بسیار خوب میخوند گفتن، بسیار رباعی های خوب جدا کرده میخوند گفتن. در حقیقت برای خواندن خود چندین کتاب ها را ورق زده، بعد یک غزل یا یک رباعی یا یک سرود انتخاب میکردن و صحبت ها را آمدن در هر دیدار که گفتگو میکنن، در هر لحظه که چی میشید خودش یک رشته سخن رو میکفت و گره همون رشته را کوشش میکرد که یا با هزل یا با یگان سخنه کشاید و بعد این کشادن از باب ایجادش، از انتخاب شعر نو، غزل نو، از آهنگ نو آفریده حکایت میکرد و در همون جا گاه به اسباب هم همون آفریدهش رو زمزمه مینمود. شخص از شنیدن چنین ترانه ها که مثلا متنی بسیار هم عالی دارد، شخص هم برای خودش هم غذای معنوی میگیرد، هم یک از صدای حبیب الله بیکوف هم برای خودش یک راحت در روح و جسم حس میکند و هم یک برداشت خوبه کرده میتواند. مردی خش سخن بدن، صحبت خش چق بدن راستیگر. در صحبت که حبیب الله آدم دلگیر نمیگشت، دلگیر نمیشید. یگان وقت حتی با تمام گروه نصیحت ها میکرد. سالهای زیاد بود که در انسمبل فلک با آقای حبیب الله کار فعالیت کردیم. همچون یک انسانی خاکسار و پاک دل و پاک وجدان و انسانی کامل او را ما در یادهای ما باقی ماند و از خورده مخلص صدای شیردار یک حبیب الله بودم، چون که ما در یک دهه به دنیا آمدیم. از خورده یاد دارم که تمام توی معرکه های خرسندی مردم کنگود رو در سطح بلند میگذارند اکا حبیب الله. اگر در نهاد سرود حرارتی مهر نباشد،
این سرود ناوابسته از کوشش و زحمت آوازخوان در عمق فراموشی مسکن می‌گیرد. خوشبختانه ترانه های حبیب الله بیگ محمد از آفت فراموشی در امان میمانند، زیرا سراینده از صمیم دل ایجاد نموده است. آقای حبیب الله هنرمندی بود که زنده میخواند. یک بسیار دوستش می‌داشتم برای زنده خواندنش، بسیار احترامش میکردم، دوست می‌داشتم برای که اگر یک خودی آقای حبیب الله را با دمرش تنها در بین صحنه من میشنوندم، 2 ساعت برنامه کنسرتی را همین آزاد شروع به خنده قطعی تمام میکرد. این از هنرمندی که یک تنها خودش با یک دف نواز یا طبله نواز تمام کفایه است. قریبه که همه اسباب‌های موسیقی را می‌نواختند. بسیار ترگی دوست می‌داشتگی اسبابش همون 2 طور بود. نازبوی من مبادا ناکسان بوید کند، با بدان کمتر نشین ترسم که بد گوید کند. من سری زلفی تو را با خونی دل پرورده‌ام، من از آن ترسم رقیبان شانه بر مویت کند. من از آن ترسم رقیبان شانه بر مویت کندی. یستگی باغت گذشتم، نالی کف شد یافتم. یز برای نالی کف شد سینه صندوق ساختم. سینه صندوق جان تصدق خانه مهمان آمده. حلقه های گوش تو از ملکی افغان آمده. حلقه های گوش تو از ملکی افغان آمده. از پسیش قد پری اکنون به بازار آمدم. لالی سیرابی ترو بر جان خریدار آمدم. جستجویت میکنم هرگز نمیابم ترو. در فراقی دیدنت یک بلبلی زار آمدم. در فراقی دیدنت یک بلبلی زار آمدم. برخیز گلم زی جاید بینو قدرن آید. اسما خرم بکشد زنگ ها خرم بپاید. 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 یاری دیگر ندارم غیر از تی دلبر جان. یاری دیگر ندارم غیر از تی دلبر جان. یاری دیگر ندارم.
در عرصه صنعت موسیقی و آوازخوانی سرود و آهنگی که در وسعت تفکر خدمتگزار باشد در عین زمان تا اندازه قانع کننده است. در این سمت در قطار دیگر هنرمندان اصیل حبیب الله بیگ محمد نیز سهمی خود را گذاشته است. سرودهای در وصف وطن، استقلال، وحدت و ملت سروده این سراینده در دل و ذهن کس احساس محبت و دوستی را تقویت بخشیده به عالمی خودشناسی و خودآگاهی هدایت می نماید. حبیب بگو با صدها شعر دیگر، با شعرهایی که در موضوع وطنن، ملتن، خودشناسیان، خودآگاهیان آهنگ‌ها بسته است و اونم شیرین خوانده است. شعرهای افتخاری بسیار میخوند. مثلا چیست استقلالیت؟ همین چیست استقلالیت با اون طرز میخواند که دیگرها همین آهنگ خوانده نمیتوانند و بعدی بیت‌های دیگر در این بسیار زیبا میچسباند و وقتی که چیز استقلالیت میگه شنونده اعتبار میتد. با شعر بنده هم با چندین شعر ما آهنگ بسته است. ما همکاری جدی پیوسته داشتیم. صدها سبد گل در کوه سارد، صدها قبد گل در آب شارد، صد خرمن گل در هر کنارد، گل در میانی سه برگزارد، گل در میانی سه برگزارد. در تو دیارم اصلی بهار است، هر چهار فصلت فصلی بهار است. ای تاجیکستان هستی گلستان، هستی گلستان. ای تاجیکستان، ای تاجیکستان هستی گلستان. نباشد آثار خفتن، دردان گل ها پیوسته سوختن، هر لحظه هستی تو در شکوفتن. آسان نباشد وصفی تو گفتن، آسان نباشد وصفی تو گفتن. در تو دیارم اصلی بهار است، هر چهار فصلت فصلی بهار است. ای تاجیکستان هستی گلستان، هستی گلستان. ای تاجیکستان، ای تاجیکستان هستی گلستان، ای تاجیکستان هستی گلستان. حبیب الله بیکوف
فرهنگ ایجادیات شفای خلق خوب میدونست، آهنگ های خلقی را بسیار خوب میدونست و در سرود یک رنگ تازه وارد کرده است که خاطرمان می باشد. مردم قبول کرده میتونه، چون که مردم هم میدونست، زندگی مردم هم میدونست و با ایجادیات همه همکاران دیگر و گذشتگان آشنا که بود، در همون سرود بود آهنگ خلقی همراه میکرد. بعضی نازکی های موسیقی خلقی وارد که میشد آهنگ شیرینتر میشد. مثلا شعر صدها قباد گل در بوستانت در بار تاجستان وقتی دو بیت میخونه بعد نقرات بعد با طرفی آواز بلند کشیده به فلکی میرود. همین فلک خوندن در همین درون شعر که شاید دیگرها سرود استرادی میکردن یک آهنگ دیگر گرفته است یا معنی دیگر گرفته است که خاطرمان شده است. حبیب الله بیگ محمد با مهارت والای سرایندگی در اجرای سرودهای خلقی موفق بود. او به عالم موسیقی دیر آمد، اما هنرش مکمل بود. به تعبیر خلق با سالاری و تجربه غنی پا به عرصه صنعت گذاشت. این جانب زود در دل و دیده مردم معوا گرفت. حبیب الله بیگ محمد به عرصه هنر کسبی بسیار دیر آمد. بعد از سالهای 95 یکی با یک دل پر با باغاجی پر از سرود و آهنگ با سبک خودش با آواز خودش آمد. لیکن در یک مدت کوتاه با دل مردم جا گرفت، مخلصان خودش پیدا کرد. بسیار با یک دوتار بابایی سرودهای ایجاد کرد که هیچ کس امید نداشتند که همین قدر همین اسباب دمبرا میگیم دوتار میگیم همین قدر امکانیت ها داشته باشد. در بگیریم یک سرودی هم تاجیکستانی استاد محمد غایب سرایده است. در همین سرود او شهد سرود در بین سرود گذاشته است و در همینجا دیاپازون آوازش نشان داده است که چقدر فاصله آواز او وسیع است. فرزندشان که بحرالدین جان همراه ما کار میکند شاگردی من است و من گفتم که بحرالدین جان تمام ثبت های پدرت که در خزینه فاند طلایی رادیو هستند همه آنها را هم اودیویی هم ویدیویی جمع‌آوری کن، کتاب میکنیم و این کتاب به واسطه کتابی تعلیمی برای دانشکده‌های عالی موسیقی. من این کارم به عهده گرفتم، به ذمه گرفتم و باید اشعار اکای حبیب الله را جمع‌آوری کنم و یک کتاب مکمل هم برای مخلصان دوستدارانشان تمام آهنگاشون به نوت گرفته هم برای دانشگاه‌های موسیقی پیشکش نمایم. ببخش و زرافشاند چون فصلی خزان گردم، ببخش و زرافشاند چون فصلی خزان گردم، بی سنگی بدخشاند بی نام و نیشان گردم، سر می کشد از خاکم گلگونچه‌ای ارمانم، سر می کشد از خاکم گلگونچه‌ای ارمانم، بر نخلی تو چون توکت پیچیده بود جانم، بر نخلی تو چون توکت پیچیده بود جانم. دور از غم و از سوزه
خزان گردم ببخش و زرافشاند چون فصلی خزان گردم به سنگی بدخشاند به نام و نشان گردم چون فصلی خزان گردم ببخش و زرافشاند چون فصلی خزان گردم به سنگی بدخشاند به نام و نشان گردم سر می کشد از خاکم گلغنچه ارمانم سر می کشد از خاکم گلغنچه ارمانم بر نخلی تو چون تو کرد پیچیده بود جانم بر نخلی تو چون تو کرد پیچیده بود جانم چیست استقلالیت چیست استقلالیت سرشت هنری او از احساس خویشتن شناسی افتخار از تمدن نیاگان محبت بر وطن ارجگذاری به صنعت موسیقی و آوازخوانی و صداقت به آثار ادیبان ترکیب یافته بود. چیست استقلالیت چیست استقلالیت چیست استقلالیت این گونه شخصیت ها مثل آدینه هاشم، زفر نازی، نگینه روف، دولمه خان، جورابک مراد و جورابک نظری اینا همه سبک‌های خاصی داشتن. یک مکتب هنری داشتن که از ابتدا از اکا شریف و عبدالله نظری و زمین آغاز میشد و عبدالله نیز این گونه شخصیت بودن که با همین چیزا آمده بودن و نیت هم داشتن که یک چیزی که زیبای در زمینه همان هنرمندانی که در اونجا بودن اون هنرمندان را نمایششون خود میدانستن و سبک سرایش روبای خانهشان هم در نظر داشته بودن و میخواستن که همه روی صحنه بیارن که در این کار با همدستی البته چیلک خان خالف ولی متاسفانه اون به وفایی نکرد. کسی که آینده را میخواد خوب بیاموزد اولا گذشته خود را بهتر بیاموزد تا بدان که سرفهم و درک اصیل آینده خود رفته تواند. برای همین این قانون را ما قبول داریم و من حرکت میکنم که تا روزی که فلک هست اکا حبیب الله صدا دهد، یعنی که آهنگهاشون سبتاشون فرزندشون هست، شاگرداشون اینجا هستند. ما هر آنچه که از اکا حبیب الله بچه ها آموختن ما باز او را دوام میتیم. البته این کرتای تا گل ما گل تاری بطور
Остинит каждому гребонит мор. هر کس که ترم بگیره باره به کنار حاجی شود و مکه رود 300 بار. اوی هر کس که ترم بگیره باره به کنار حاجی شود و مکه رود 300 باره. احیار بیایم زی پیروکت زیرهی دور من نغمه ندارم که دتاره و بطن دور گوشواری گوشو در نظرم خشای انگور میجگانی دو چش در نظرم چنشی زنبور شدم که شب در برم آهسته بیایی ای نقرنگین داری چرگ لبینه مهی دل دارم شاله بسر داری خالا عجبا ما گریفتارم با خود دل جام بگو دیگر قوتی دل ما لبی بامم در خانه درایی مگر زود برایی. احیار با دستای سفید قلمه و نگیهینه سرما رمزن دل بری من پیشی آینه یک یارکی مایده هکی 100 برگی ترم پیشم بشینه تو باشه اینه و تور سر دستم بیایی. یک شب زی فیراکی روی تن دیدم مردم در بندی جگر تیری غمی عشقی تو خوردم یک نو به قیامت هوسی روی تو بردم سر تا به قدم در کوکلای زیبای تو مردم تو بی لبی جوی به هر کوی دوانی تو آه بی لبی جوی به هر کوی دوانی تو آه بی لبی جوی به هر کوی دوانی. واقعا این نغمه سرای دلها با مهر و صمیمیت با محبت خاصه از مغز دل و جان سرود می‌خواند. هنگام اجرای سرود خود را فراموش می‌کرد و احساس می‌شد که آن لحظه هستیش با صوت و نوا با سرود و موسیقی هماهنگ می‌شد. دل از کمال شوق با او با آن خونیاگری معروف و بی همتا هم نوا می گردد و ما بی اختیار می گوییم سرا ای نغمه ساز دل که دل بودنش داند نفس از گرمی آهنگ تو افزودنش داند. جشن هر بزم شما رو بارها کردیم گرم با امید گرم روز یاد بودی ما کنید روز فوتش معلوم شد که در حقیقت همین سخن گفتش همین زحمتی کشیدش و همین معرکه آرایش اثبات شد. بحرالدین فرزند حبیب الله بیگ محمد است که در انسامبل دولتی فلک به حیث آوازخوان ایفای وظیفه می نماید. او می کوشد که راه قبلگاهش را ادامه دهد. باور داریم که او نیز چون پدر هنرمند خود با ایجاد بهترین سرود و ترانه در رشد صنعت موسیقی و آوازخوانی سهم می گذارد. از خورده مخلصی اکا حیوالله بودم از خورده ارزو داشتم که صنعتکار شدم شاید که مهری انامین مخلصی و مهری انامین صنعت اکا حبیبالله بود که امروز ما رو به انامین جدای صنعت آورد. فرزند اکا حبیبالله که در انسامبل قتیما کار و فعالیت میکند بگذار که سردهای او رو زنده و جاوید نگاه دارد. راه همین استاد جوانه هستند که الکی انتخاب کردگان و میخواهند که به همون عرشی که استاد رسیدگان به همون عرش رسند.
ماست با دستگیری استاد حبیبالله بگو من نواختن اسبابای ملی رو رباب دوتار و اینچون ترانه خوانی رو استاد حبیبالله بگو فهمید. من باور دارم که مکتب حبیبالله بیکوف رو بسیار از شادی خوردگان سرود و موسیقی پیروی خواهند کرد و من امید دارم که این مکتب دوام خواهد یافت و زنده کننده این مکتب نسل آینده خواهند بود و فکر میکنم که فرزندشون نیز هستند و دوام دهنده این مکتب هستند. هوای ناز در پوشو نیازی پادشاهان بین کلاهی دی بری کجنه شکستی کج کلاهان بین همیشه پای ما خواهی که چون روزت شود روشن همیشه پای ما خواهی که چون روزت شود روشن بیا و ناله شبگی روح صبح و گامی بیا و ناله شبی روح صبح و گامی شد رو ایما شبهای حد ایمه زکاتی حسن را روزه سوی روسیان بین شب بست وادی همراه هنو پیدا همراه بر بیا اکبه جانه نتی گم کرد در راهم بین پناه آرد چو در سایه ایده باری تو باره و چشمی من همت یک بار رسوی بی پناهم بین قدم در کوی عشقش می نهی اول بیا جامی
قدم در کوی عشقش می نهی اول بیا جامی و تیغی بی نیازی کش تا هر سو بی گناهان بین با تیغی بی نیازی کش تا هر سو بی گناهان بین. استاد لایق یک شعر دارد، همدرد کوهستان، بخشیده شده است به استاد هنر اکا شریف جورایف. من فکر میکنم که در قطار همونا من میبینم حبیب الله بیگ محمد در قطار اکا شریف جورایف، کریم شیش و دینه هاشم که یک سبک خودش جاری کرد، مخلصای خودش یافت، با آوازت زبان دادی سکوت کوهساران را، به مردم آشنا کردی تو درد دوستداران را، به هر یک پرده سنجیدی بلند و پستی عالم، به هر یک لرزه آهنگ سبک آبشاران را. فکر میکنم که همین مصرع ها هرچند به اکا شریف بخشیده شده باز نیکی به همین اکای حبیب الله هم داخل دارد. شکری تنجی و امانی، شکری ناز و نعمتی امروز که در خان من است. چینی و افغانی و ایرانی مهمانی من است. صلح و وحدت پایدار در تاجیکستان من است، از قدم فیضبار ابن رحمانی من است. آنچنان داد وجودش به هنر، همه فصلش به هنر بود بهار، تاب ناورد به اوج آواز، کنده شد تاری دل و تاری دوتار. در عالم صنعت موسیقی و آوازخوانی خلق تاجیک، زنگوله یاد حبیب الله بیگ محمد در آواست. خورشید ایجادیات این خونیاگری ممتاز به کاخ صنعت موسیقی و آوازخوانی خلق تاجیک جاویدانه نور می‌ریزد. سرودهای او در گنجینه موسیقی ملت جایگاهی خاص دارد. من تنها خواهم این خوبان شهر و شوب رو، کیست در شهرام که خواهان نیست روی خوب رو. دیر می جنبد بشیر ای باد بر کنعان گذر، دیر می جنبد بشیر ای باد بر کنعان گذر. مژده پیراهنی یوسف بیبر یعقوب رو، مژده پیراهنی یوسف بیبر یعقوب رو. دلهادم بر جفا تو بینم و قدی بلند، بر درختان به کی بیند
مردی عاقل چوب رو گو مکن درد دلی من کاتبم در نام شهر گو مکن درد دلی من کاتبم در نام شهر طاقت این